سلام علیکم، چطورید؟ خوش اومدید به یک ویدیوی جدید. من هستم، خوش اومدید. جناب محمد زیرو. امروز اومدیم که بریم سراغ کریر رئال مادرید پارت آخرش که یه چند تا بازیکن تو پارت قبلی گرفتیم که ارلینگ هالند و کیلیان امباپه بودن. حالا باید ببینیم که میتونیم با این بازیکن‌ها قهرمان بشیم یا که نه. و دیگه بعد از این تموم این کریر کلا و وارد کریر جدید میشیم. پس قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو ساب کنید و اون زنگش هم بزنید تا یادت آل قرار بدید که وقتی ویدیو میذارم خبردار شید. حالا بزنید بریم سراغ ادامه ویدیو ببینیم که میتونیم سگانه بگیریم یا که نه. Let's go. خب آقا بریم سراغ این کریر که با ایبر بازی داریم. ایبار که دومیم با 62 امتیاز و بارسا 61 امتیاز و بارسا 62 امتیازی و اتلتیکو هم 59. تیمو میبینید: وینیسیوس جونیور، فیل فودن، هالند، امباپه، بلینگام، پدری، آلابا، میلیتائو، کورتوا، رودیگر و آرنولد که دی اوورالاشون هم میبینین. و حالا ما رودری رو هم میاریم توی نیمکت و به جای همین بازیکن رو بریم سراغ بازی که ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. بودجه رو هم ببینیم که خیلی خوب بد بود و بریم سراغ کلندر. چون بازی حساسه ببینیم 1 ماه و 2 ماه دیگه کلن مونده. بازی رو تا بازی با رئال سوسییداد رد کردیم و باختیم. بازی با اتلتیکو رو توی لیگ قهرمانان هم مساوی کردیم و بریم سراغ بازی با رئال سوسییداد که باید ببریمش. و خب بازی رو 1-0 با تکل ارلینگ هالند بردیم. اونور ویارال هم با حریفش 1-1 مساوی کرده بود و بریم سراغ بازی با اتلتیکو مادرید توی UCL ببینیم که چی کار میخوایم بکنیم. باید ببریمش. خب ضد حمله برای رئال پاسو میتونه بده، داد پاسو. وینیسیوس جونیور یه پاسش گل میشه. توپ 1-0 به نفع رئال و 2-1 در کل جلو میافتیم. خب آقا این بازی رو هم 2-0 بردیم با گلزنی وینی و هالند و تونستیم به دور بعد صعود بکنیم. و اینم از جدول که مراحل حذفی توشه و میبینیم که کدوم تیم‌ها صعودشون قطعی شده. بریم برای بازی با اتلتیکو توی لیگ که اینجا هم تیمو نشون میده. با وینی هم یه صحبتی داریم و بریم سراغ سومین بازیمون تو لیگ و 64 امتیازی تو رتبه سومیم و بریم برای سومین بازی تو 1 ماه با اتلتیکو مادرید. و خب آقا این بازی رو هم بردیم و گل پدری رو ببینیم که چه سوپر گلی زد. یه سوپر گل مشتی زد به تیم اتلتیکو مادرید. اینجوری یه گل فوق‌العاده زیبا و تونستیم این بازی رو با نتیجه 3-1 اتلتیکو رو شکست بدیم و 3 بار تو 1 ماه اتلتیکو رو ببریم. و ببینیم تو جدول دومیم با 67 امتیاز که صدر جدول 67 امتیازی بارساه که تفاضل گل دیگه اینجا تعیین کننده بوده. بریم سراغ بازی های بعدی که ببینیم اینجا چه پیشنهاداتی دادن. هیچ چیز خاصی نبود. بریم سراغ کلندر. با ویارال بازی میکنیم که ببینیم میریم صدر یا نه. و خب آقا این بازی رو هم 1-0 بردیم. مالورکا بود، من فکر کنم ویارال. بارسا هم 2-2 مساوی کرده و رفتیم صدر. بریم برای بازی با رئال بتیس توی جام حذفی. و خب آقا این بازی رو هم با تکل کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی بردیم و قهرمان جام حذفی اسپانیا شدیم. یگانه رو گرفتیم و بریم برای بازی لایتسویش توی لیگ قهرمانان که تا بازی با خطافه رد میکنیم. بازی رفت رو 1-1 مساوی کردیم و بریم برای بازی با
خطافه که صدر جدولیم با 70 امتیاز و ایتالیا هم بهمون پیشنهاد داده که استال میذاریم باشه یا رد کنم. استال میذارم باشه و وینی هم فکر میکنم بخواد بره. پدری هم باشه صحبتی داریم و بریم سراغ بازی حساس با خطافه که رد میکنیم. شانس و یا اقبال 4-1 بردیم. بریم سراغ بازی با لایتسبیش و خب آقا رفتیم فینال و 2-1 این بازی رو هم بردیم. باید بریم فینال با تیم دورتموند. اوکی، بایرن رو شکست داده دورتموند و بریم این بازی ها رو رد بکنیم. بریم برای بازی با سلتا ویگو ببینیم چی کار میخوایم بکنیم. این بازی رو 3-1 بردیم. حالا این بازی رو ببینیم رد میکنیم آقا و 2-0 بردیمش. تو جدول ببینیم صدر جدولیم با 79 امتیاز. اتلتیکو مادرید هم 77 امتیازی پشت سرمونه دقیقاً و امتیاز از دست بدیم برده و اومده صدر جدول و باید خیلی مراقب باشیم و بریم سراغ تمرین و بازی بعدی. بازم کیلیان امباپه گلزنی کرد و 1-0 بردیم و بریم ببینیم که دیگه چی کار میخوایم بکنیم. اینها رو رد میکنیم تا بازی با دورتموند، چون 82 امتیازیم. بازم اتلتیکو مادرید امتیاز گرفته. خب آقا این بازی رو هم بازی ال کلاسیکو فوق‌العاده قشنگ رو تونستیم 2-0 ببریم و مچ ژاوی رو خوابوندیم و ژاویو و قهرمان شدیم توی لالیگا اسپانیا و حالا دوگانه رو گرفتیم. حالا باید ببینیم که آیا سگانه میگیریم تو بازی با دورتموند یا نه. اینجا هم جود بلینگهام حالا جام بالای سر خودش میبره و همه خوشحالن از گرفتن این جام. بیشتر من خلاصه بازی ها رو گذاشتم، یعنی نتیجه بازی ها رو گذاشتم، چون که فکر کردم خیلی دیگه طولانی بشه، برای همین بازی ها رو رد میکردم همینجوری و تموم 2-0 بارسا رو شکست دادیم و قهرمان شدیم. حالا همه تلاشمون رو باید برای بازی با بروسیا دورتموند بکنیم. خب آقا بازی کشید به پنالتی اول رو کیلیان امباپه گلش میکنه. حالا میر پنالتی رو میزنه و گرفتی با کورتوا. حالا رودریگو پنالتی رو میزنه سمت راست و گل میکنه. حالا مارتینلی و گرفتی با کورتوا. حالا میتونه عالی قهرمان بشیم. گل سوم، مرسی ارلینگ هالند. حالا میزنه و گل، چیپ زد. کوبل پنالتی قهرمانی رو میتونیم بزنیم و گل. تمام. اینجا هم تونستیم قهرمان بشیم و وینیسیوس عامل قهرمانیمون شد و حالا سگانه قطعی میشه و اینجوری تونستیم ببریم بازی. و اینا رو رد میکنم چون که دیدیم دیگه. بریم حالا ببینیم که توی هر لیگ چه عمل کردی داشتن بازیکنامون. خب کلندر رو هم ببینیم که چه اتفاقاتی قراره بیفته. رد میکنیم و بریم ببینیم که اینجا مثلا توی لالیگا هیچکی از ما آقای گل نشده و بیشترین تعداد گلمون توسط وینی بوده و اینجا پاس گل های که اصلا نبود کسی. کلینشیت فقط نه، پاس گل هیچکی نداریم. کلینشیت فقط چرا کلینشیتمون تیبو کورتوا با 16 کلینشیت عالی. لیگ قهرمانان آقای گل بازم نداریم و پاس گل هم که هیچی. کلینشیت کننده ها هم پاس گل ها کیلیان امباپه و همین دیگه. حالا بریم تیممون رو هم نشون نمیخواد بدیم و بریم سراغ رد کردن و اینجوری حالا با این جام ها فصل با این پیام زیبا به پایان رسید. خب آقا اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. حمایت فراموش نشه.
تونستیم سگانه بگیریم و خب عالی بود. این کریر هم به اتمام رسید و خب دیگه تموم شد کلا این چیمون کریر رئال مادرید. و حالا نظرسنجی پست کامیونیتی رو باید شما انجام بدید که یه چند روز دیگه میذارم که یا نجات یه تیم باشه یا کریر یه تیم، که فکر میکنم مثلا کریر اینتر خیلی خوب باشه یا حتی کریر مثلا تیم بایرن مونیخ و هر تیم دیگه ای. و میذارم براتون چیهشو نظرسنجیشو تو پست کامیونیتی، حتما به اونجا هم سر بزنید و نظرتون رو بگید. نجات ها هم مثلا نجات چه تیمی بذاریم؟ منچستر یونایتد رو میتونیم بذاریم که تو پریمیر لیگ هم نبودیم یه فصل، یعنی چند کریر. و دیگه نظرسنجی بذارید دیگه، میذارم نظرتون رو بدید. و مرسی که تا این ویدیو رو تماشا کردید. حمایت فراموش نشه و تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.